سلام بچه، حالتون چطوره؟ تناس که بلد نیست درست سلام کنه. گفتم من میام حداقل یه سلامی بکنم. میاد تو رخت خواب اینجوری دست تکون میده و من بعد بنویسم سلام براش. و هر حال تناس زنگ زد به من 8:30 شب. الان زنگ زده به من که جریمه داری، ویدیو رو نمیدونم 2 ماه پیش به جا جمعه شنبه دادی و اینا، جریمه ای و هنوز تا الان جریمت. و هر حال منو کشونده اینجا جریمه بدم دیگه. بعد خونه‌شون هم که پیدا نمیشه. اینا اینجوریان که پر پرایوسی، یعنی میخوای بیای خونه‌شون میری میدون آزادی، زنگ میزنی من میدون آزادی هم، یه ون سیاه میاد و میکنت تو گونی و میاره اینجا ولت میکنه. به هر حال که پرایوسیشون بالاست. نه به ادیتور آزاری تو کامنت ها بنویسید حتما براش که بدون ادیتور آزاری چیز خوبی نیست. بعد آره دیگه الان نشستم تا بیاد برم نمیم یه آب میوه چیزی بهش بدم ولمون کنه. خدا وکیلی. من سلامون کردم تو ویدیو خودم. ویدیو تو میخوای قبل؟ آره دیگه قبل من بذاری. سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ مهدی تقریبا بعد از چند ماه میخواد جریمه‌شو بده. یکی از ویدیوها رو تر زده بود. من تر نزدم، به جای جمعه شنبه دادم. آره دیگه منم جریمه‌ش کردم، گفتم یه روز ببر غذا بده. مگه جریمه‌شو میداد؟ آخر تو گروه نوشتم آبروشو پیش همه بردم، دید داره بی آبرو میشه، گفت بذار ببرم جریمه‌مو بدم. به غیر از اینه؟ به غیر از این چیه؟ به غیر از اینه به دفاع کن جلوی همه. نبودم خب. بودم و نتونستم بیام. همه رو برق میگیره واسه ما قبضش میاد. دور و برمون پر ان هرکی اونه هم بوده دیگه. ما باید نسونه دکیمت رو بزنم بری گمشی مرتی که میگه ببرمت کریم سگبز یا بندری بدم بهت با آب معدنی. میبرم یه جا شاید دوست داشته باشی، شاید هم ندیه. شایدم نه چیه، ببر یه جای درست حسابی یه غذای خوب بده. استیک 900 تومانی کنم بریم. لابسترم میده 1,500. الان بریم 12 میرسیم. لابسترم میده 1,500. خوبه، منطقیه، قیمتش خیلی عالیه. 4 تا دونه صدف میده 400,000 تومان. ما مفته. اون مفته. نه خود دسره که ببین حالا از حق نگذریم، من دلم واقعا پاستا میخواد. واقعا پاستا میخواد. بریم دیگه. آها گفتی میبرم یه جای سیب زمینی ویژه خفن بهت میدم با پاستا. بعد که یا سیب زمینی. نه جفته. یا سیب زمینی یا پاستا. نه جفته. صحبت میکنه. نه یه موهیتو هم قرار. موهیتو میشه آب میوه طبیعی بگیری؟ آب میوه طبیعی نیست موهیتو؟ نه. باش ببینیم چی داره اونجا. خب 2 تا موهیتو بخوریم دیگه. چی بخوریم؟ موهیتو 2 تا. آره جریمش در همین حد بود. اینم گرفتم، خیلی گشنمونه دیگه. با اینا رو یادم رفته. خوشحال شدم، فکر کردم اون نشانتی بود. ما باید اینجا بستنی بگیریم. این ان که نمیخوره. هیچ وقت هیچ رفیقی مثل مهدی نباشید، همیشه پایه باشید. میام بکن. سلام نانه، من با تو میومدم بسیار خوش میگذشت. بودو وافل باشنی دروغ میگه. خفش. میخواستی حرف بزنی. آره حرف میخواستم بگم به بچه‌ها که من چجوری مهدی رو انتخاب کردم واسه ادیتوری. چجوری انتخاب کردی؟ اومدم استوری گذاشته بودی گفتی ادیتور میخوام، اومدم تکست دادم گفتم ادیتور میخواد.
بعد ادیتور شدم. بهترین کارو تحویل دادم ادیتور شدم. گویا نخور سمت. نه من موقعی که خیلی سم بود. خیلی اصلا اونا رو من نزدم. نه رزومه خراب گردن میشه. اگه میخوام اینو بگم خودم چجوری انتخاب کردم اسکار. من استوری گذاشتم بعد خب خیلی آمدن واسه ادیتوری پیام دادن و اینا. بعد من مثلا ویدیویی که اولین ویدیویی که میخواستم آپلود کنم و به عنوان نمونه کار مثلا میفرستادم واسهشون که شما اینو بگیرین. بعد دهن چنده؟ سرویس میگفتش ادیتش بزنید بهم بدید. آره ولی بعدش گفتم چند دقیقه شو ادیت بزنیم. دیگه خسته نباشی. به تو کلش ادیت آره. زدی. 2 نفر دیگه هم کلش بعد ادیت اینجوری زدن. بودش که خب کلشو داریم ادیت میزنیم بگی نه چی. ما 2 نفر بودیم. حالا بعد یه شرط هم این بود که مثلا اونایی که از بین مثلا اون تعداد آدم انتخاب میکنن هیچکی من نشد. انتخاب میکنن مثلا گزینش مثلا 10 نفر مونده بودن با اون 10 نفر میشستم تک تک صحبت میکردم. یادم. آره بعد چی بود ملکم واسه انتخاب؟ یکی این که مدل ادیت کردنش اون مدلی باشه که من دوست دارم. 2 این که خب هم من دارم پیشرفت میکنم هم ادیتورا بالاخره با من پیشرفت میکنه دیگه. راست اینو راست. آره. بذار اینو بیام که راست. باید با هم کنار بیایم. بعد چون ادیتور اول من بود باید با هم واقعا مثل رفیق میبودیم. نمیشد رابطه یه مثلا کاری بگیم واه فلان اینجوری شد من کم میکنم برو گم شو. ادیتور اول اصای دسته. من سر اینکه این بچه رو بزرگ کنم پیر شدم. راست حالا. میگه پریمیر به من یاد داد. من مثلا یه قابلیتی دارم اینه با یکی حرف میزنم میدونم این تهش پس فردا مثلا داستان میشه. خیلی ها رو نمیتونم حالا حرف بزنم ولی بعضی ها رو میتونم. صاف و ساده. آره مهدی باش حرف زدم هم مودش خیلی شبیه خودم بود هم دیدم نه میتونیم با هم تو کار کنار بیایم هم سلیقه منه. سلیقه من سلیقه نه سلیقه‌مون یکیه. من تنتر اینجوری شد انتخابش کردم. یکی اون اول بهش گفتم نه یادته داستان کرد. نه بعد من مثلا الان چراها اون موقع ها حوصله درگیری نداشتم. ایگنور کردم آخر انقدر ادامه داد رفتم بهش گفتم میدونی من مثل چی به تو گفتم نه واسه همین اخلاق انت تحمل یه نشنیدن نداری. بچه ها اونایی که سنشون کمه عقلشون کمه فکر میکنن مثلا با 4 تا چیز میتونن یه آتوی درن یه تهدیدی کنن. برگشتم بهش گفتم اون خونه قبلیمون بود دیگه گفتم پلیس پتا سر کوچه ماه دادسراشم سر کوچه ماه 2 دقیقه از پاشم برم ازت شکایت کنم کاراشو انجام بدم و رفتم و فقط یه دومین باری رو میخواست من برم که تایید کنم که برن دهن اینو سرویس کنن که طرف دیگه انقدر ترسید به خودش این کارو نکرد. به خودش ترسید از ترس. اینو بگم فکر می‌کنم من متولد 8 شدم. تا همین الان جای بچه‌می ولی 7 ماه بزرگتره. جریمه‌ش هم که چون من دلم نمیاد مثلا با مهدی اینجوریم بگم آی پول نمیدم حقوقتون خوشم نمیاد من این کارا. مرسی اینو راست میگه و ممنونم ازت. دوست ندارم. سرم میگم یه روز خودت دلت خواست غذا دیدم دلش نمیخواد غذا بده. خواهش بیا غذا بده بیشور. من دیگه جریمه نمیزنم. فکر کرد دیگه میتونه کامل سوء استفاده کنه نذاشتم. سوء استفاده چیه؟ دیگه جریمه نمیشدی اونجوری دیگه. سوء استفاده بزن نپذیرم. سوء استفاده خیلی تو ماچه کلمه. دیگه جریمه نمیشدی دیگه سوء استفاده نیست چیه؟ اونجوری واقعا انگار جریمه نمیشدین یعنی نه ضرر مالی میدیدی نه غذا میدادی. اینم راست میگه. ولی شمال بودم. دیر تحویل دادم. خودت گرفتی خوابیدی. خب مردم. به من چه ربطی داره؟ هی سرانگی کردم. اصلا مهم نیست. یه خدافظی طولانی تر میخوایی. خدافظی طولانی سرتون قور میزنم. به خدا ویوها رو میبینم اعصابم خورد میشه. هی میگم ببندم همه چی رو. اینو راست میگه. الان داشت من میگفت خب ببندم کلا هم اینستا رو هم یوتیوب و بعد خیلی حالا خلاصه جایرن تو فکرمه. پیش راه حلی هم براش ندارم. پول ما رو آجر نکنی. آره واقعا خیلی تو مخمه. راه حلی هم فعلا واسش نیست. اصلا بازدیدار رو میبینم اعصابم خورد میشه. خلاصه که دوستتون دارم خیلی زیاد. خب
عاشق شدم بچه. اینا هست؟ اینو هست؟ نمیدونم خواست خدا حافظ. مواظب خوبیاتون باشید. دوستتون دارم خیلی زیاد. بخندید لبخندم بهتون میاد ولی من با همتون قرارم خدا. Sitting throwing rocks across the pavement, hoping it will cave in and swallow me